تا حالا شده به این فکر کنی که شاید خودتو خیلی داری دست کم میگیری؟ یا اینکه چرا بعضی وقتا با اینکه همه بهت میگن میتونی یه کاری رو انجام بدی بازم شک میکنی؟ شاید اصلا خودت هم خبر نداری که داری این کارو انجام میدی. ولی بذار یه سوال ازت بپرسم. تا حالا شده یه فرصت عالی گیرت بیاد و به خودت بگی که نه، من از پسش بر نمیام؟ اگه حتی یه بار این حس رو داشتی، حتما باید این ویدیو رو تا آخرش ببینی، چون قراره 5 تا نشونه مخفی بهت بدم که نشون میده داری بی صدا خودت رو دست کم میگیری و قابلیتاتو خفه میکنی و بهت یاد میدم که چجوری میتونی این زنجیره رو پاره کنی. نشونه اول سندروم ایمپاستره که بهش سندروم دغل‌باز هم میگن. تا حالا شده یه کاری رو انجام بدی، تمومش کنی و به موفقیت هم برسی، ولی بعدش به خودت بگی که احتمالاً این کاری که انجام دادم شانسی بوده، یا از این بترسی که یه روز همه بفهمن که برای این کار زیاد خوب نبودی. این همون سندروم ایمپاستره که اتفاقا خیلی از افراد موفق مثل تام هنگس و اما واتسون هم این حس رو داشتن. حالا راه حلش چیه؟ باید یه دونه دفتر برداری و تمام موفقیتات رو، حتی کوچیک‌ترینش رو توی اون دفتر بنویسی و هر موقع که این حس به سراغت اومد اون دفتر رو باز کن، 1-2 صفحه‌شو بخون و به خودت یادآوری کن که لیاقتش رو داشتی. نشونه دوم بهونه‌های هوشمندانه است. ببین، اگه برای شروع یک کار جدیدی برای خودت بهونه‌هایی مثل من هنوز آماده نیستم یا باید بیشتر یاد بگیرم رو میاری، باید بدونی که داری خودت رو دست کم میگیری. در اصل مغزت با این بهونه‌ها داره ازت محافظت میکنه، چون میترسه شکست بخوری. ببین، مغزت اگه حتی 1% احتمال بده که اون کار رو به نفع احسنت نمیتونی انجام بدی، با این بهونه‌ها میاد سراغت. حالا راه حلش چیه؟ راه حلش قانون 5 ثانیه هستش. ببین، قانون 5 ثانیه چی میگه؟ میگه وقتی میخوای یه کاری رو شروع کنی تا 5 بشمار، 1 2 3 4 5 توی مغزت بشمار و برو اون کار رو انجام بده. الان دیگه ذهنت وقت نمیکنه که به عاقبت اون کار فکر کنه. نشونه سوم تایید طلبی افراطیه. اگه قبل از هر تصمیمی از این و اون میپرسی که این کار درسته یا غلط، احتمالاً به خودت اعتماد نداری. مغزت با این کار میخواد تو رو توی منطقه امنش نگه داره که اگه این کار با موفقیت انجام نشد، بتونی بندازی گردن یکی دیگه که باعث میشه پیشرفتت رو خیلی کند بکنه. حالا راه حلش چیه؟ راه حلش خیلی ساده است. قبل از این که از کسی بپرسی که اون کار درسته یا غلط، بشین با خودت 5 دقیقه فکر کن که اگه کسی نبود من چه تصمیمی میگرفتم. اینجوری کم کم اعتمادت رو به خودت جلب میکنی. نشونه چهارم نادیده گرفتن تعریف هاست. ببین، تا حالا برات پیش اومده دیگه که یه کاری رو انجام دادی، اومده یکی ازت تعریف کرده و تو گفتی که نه شانسی بود یا نه من که کاری نکردم. این نشون میده که شدیداً داری خودت رو دست کم میگیری. حالا راه حلش چیه؟ راه حلش خیلی ساده است. باید به جای رد کردن تعریف قبولش کنی. مثلا میتونی بگی که ممنون، خیلی خوشحالم که این جمله رو شنیدم. این جمله خیلی ساده میتونه اصطلاحاً مغزتون رو ریوایر کنه که باعث میشه عزت نفستون بره بالا. اعتماد به نفس نه، عزت نفستون بره بالا. نشونه پنجم تمرکز بیش از حد روی ضعفاته. ببین، اگه بیشتر وقتت رو صرف این میکنی که ضعفات رو پیدا کنی و اونا رو درست کنی، از نقاط قوتت غافل میشی و داری به خودت ظلم میکنی. حالا راه حلش چیه؟ یه دونه کاغذ برمیداری، 3 تا از توانایی‌هات رو زیر هم مینویسی. هر روز صبح بعد از بیدار شدن اونو با صدای بلند برای خودت میخونی. این باعث میشه که مغزت روی توانایی‌هات بتونه تمرکز کنه و نقاط قوتت رو برای خودت تلقیم میکنی. حالا که این 5 تا نشونه رو فهمیدی، یه چالش ویژه برات دارم. توی قسمت کامنت ها هر کدوم از این نشونه ها رو که داری اونجا کامنت کن. بعد 1 هفته اگه این نشونه رو توی خودت تونستی حل کنی، بیا به کامنت خودت ریپلای بزن که باعث میشه شدیداً اعتماد به نفست بره بالا و بتونی راحت‌تر با این نشونه ها کنار بیای. اگه این ویدیو بهت کمک کرد، اون دکمه سابسکرایب رو بزن، این ویدیو رو لایک کن و تا ویدیوی بعدی خودت رو دست کم نگیر و با قدرت ادامه بده. مخلصم.